بودم 4.5 سال در پسیل رژیم خورفته بودم. کسلی وزمین اثر گذراندم. وعده کردم که من آینده به مردم خدمت میکنم، دوام میکنم، شفا میکنم، برای که درد کشیده بودم. در مسکو استاد دستگیری کردن، در ازبکستانی خودمو بردن دستگیری کردن، در تاجیکستان آوردن دستگیری کردن، معرفی کردن، شناس کردن برای در مردم. من در استادم تشکر میگم. امروز برای زادروزشون یک مایدک شعر نوشته بودم، در چشون همینه با جماع خونده میتیم. به مولود دل افروزت تو را تبریک میگویم، به روز جشن فیروزت تو را تبریک میگویم، به گلزار حیات تو زینو فصل بهار آمد، به استقبال نوروزت تو را تبریک میگویم. در این شام فرافزا زی هر جا نور میبارد، زی نور شام چروزت تو را تبریک میگویم. زی خورسندی دل پاکت کنون لبریز میریزد، به قلب شادی اندوزت تو را تبریک میگویم. نهاده یک قدم بالا شدی مانند گل زیبا، به عمر حکمت آموزت تو را تبریک میگویم.